آیا تا به حال اسم تمدن هاراپا، تمدنی که 5000 سال جلوتر از زمان خودش بود، به گوشتون خورده؟ تمدن هاراپا متعلق به تمدن دره سند، یکی از اولین تمدن‌های بزرگ بشری بود که تقریباً 4500 سال پیش در منطقه‌ای که امروز هند و پاکستان قرار داره شکوفا شد. این تمدن خیابون‌های سنگفرش، سیستم فاضلاب پیچیده و شهرسازی مدرنی داشت که حتی از برخی شهرهای امروزی هم پیشرفته‌تر بود. اما نکته عجیب اینه که هنوز هیچ کس نمیدونه مردم این تمدن به چه زبانی صحبت می‌کردند، چون خطی که ازشون باقی مونده هنوز رمزگشایی نشده. از همه عجیبتر ناپدید شدن ناگهانی این تمدنه. هیچ نشونه‌ای از جنگ، بیماری، همه‌گیری یا فاجعه طبیعی پیدا نشده. چطوری ممکنه تمدنی که اینقدر پیشرفته بوده بدون هیچ اثری از بین بره؟ نظر شما چیه؟ آیا شما هم اون دسته از افرادی هستید که فکر میکنن یوفا اونها رو از بین بردن؟ نظرتون رو تو کامنت ها بهم بگید.